ساخت واکسن در ایران مسئله تازه‌ای نیست. در تمام این سالها همه ما با واکسن‌های ساخت داخل علیه بیماری‌های سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کوزاز، سرخک، سرخچه و اوریون واکسینه شدیم. تا جایی که در سالهای ابتدایی دهه 80 ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی حدود 8 میلیون دوز واکسن به 19 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادر کرده و با مجوز سازمان بهداشت جهانی در سال 1395 به عنوان تأمین کننده واکسن فلج اطفال در خاورمیانه منصوب شده. آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در سال 2003 درباره تولید واکسن در ایران گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد یافتن گزارشی از کمبود در تولید یا ناتوانی در تأمین نیازهای داخلی به واکسن در ایران امری نامعمول است. عمده واکسن‌های ساخته شده در ایران توسط دو مؤسسه انستتو پاستور و سرمسازی رازی ساخته شدند. مؤسساتی که حالا متولی ساخت واکسن کرونا هستند، اما کرونا اولین رویاروییشان با همه‌گیری نیست. در 50 سال ابتدایی تأسیس انستتو پاستور بیش از 5 بار همه‌گیری وبا در مقاطع مختلف وارد ایران شد. به همین دلیل از همان سالهای ابتدایی تأسیس این مؤسسه ساخت واکسن وبا در دستور کار قرار گرفت. در آن سالها روزانه 400,000 واکسن وبا در ایران تولید میشد و بعد از مدت کوتاهی 24 میلیون دوز از این واکسن در ایران ساخته شد، تا جایی که فرانسه که یکی از تولید کنندگان این واکسن بود به یکی از وارد کنندگان واکسن وبا از ایران تبدیل شد و در دهه 20 خورشیدی واکسن آبله تولید شده در انستتو پاستور ایران به کشورهای عراق، افغانستان و مصر صادر شد. طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف در سالهای شیوع بیماری سل که از پیامدهای جنگ جهانی دوم بود، 238 میلیون کودک از 22 کشور جهان از واکسن BCG ساخت ایران برای مقابله با این بیماری استفاده کردند. مؤسسه رازی هم که از همان ابتدا به منظور دفع آفات حیوانی و سرمسازی تأسیس شده بود، ساخت واکسن‌های انسانی، دامی و طیور را در دستور کار خود قرار داد. اولین اقدام مؤسسه رازی در زمینه ساخت واکسن طاعون گاوی بود. در آن سالها طاعون گاوی با تلف کردن صدها رأس گاو کشور را با بحران روبرو کرده بود. ساخت واکسن طاعون گاوی توسط مؤسسه رازی علاوه بر خروج کشور از یک بحران، سرآغازی برای مقابله با بیماری‌های دامی شد و اکنون این مؤسسه واکسن‌های انسانی را در دستور کار خود قرار داده است. حالا با سابقه 100 ساله در دفع و ریشه‌کنی همه‌گیری‌ها، این دو مؤسسه بار دیگر برای مبارزه با همه‌گیری کرونا وارد عمل شدند.